جماعت دهاتی یاری یکی از جماعت‌های کهن و مشهور شهر پنجکند به حساب می‌رود. این منطقه دارای تاریخ قدیمی مردمان مهنت دوست و زمین‌های حاصلخیز میباشد. جماعت دهاتی یاری در قسمت شرقی شهر جایگیر بوده از چند دهه عبارت است که هر کدام آنها دارای خصوصیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود میباشد. دهه‌های جماعت دهاتی یاری از زمان‌های قدیم موجود بوده. نشانه‌های زمان باستانی در این منطقه با آسانی دیده می‌شود. نام یاری با گفت فرانسالان و تاریخ شناسان ریشه های زبان فارسی و سعودی داشته معنای معین، یاور یا دوستی نزدیک را دارد. در یک خاندان پرورش زراعت‌های پولیزی به مثل گندم، جو، سبزوات به طور عنعنوی کاشته می شود. من حاج خیرات خیرلا ساکن دیگه یاری حاجی دیخانه خیرلا 5 تا 6 زمین دارم. این 3 هکتار 8 سوت باغ 50 صادق یونسکا موندگان آبچکاری سبزوات بادرینگ پسازی خرتشکا 50 صد خشکی بخاری بود 50 صد خشکی ترامایی خشکی بخاری 8 تن خشکی دیگه 50 صد خشکی ترامایی 7 تن بادرینگ 3 تن 4 تن میخواد سبزی ناخوانده همه از سیب یا خشکی هم نه شکر خدا همه آب شیشه 20 تن پول رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالخالق خالقزاده با همراهی واحدهای ساختاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی مسئولین ساحه‌های خواجگی کشاورزی معارف و تندرستی با مقصد شناسایی با روند کارهای آبادانوی سازندگی رشد انفراستراکچور اجتماعی و دستگیری صاحبکاران محلی به جماعت دهاتی یاری سفری کاری انجام داد. سلیمان احمدو هستم، یک ساکنی دهی یاری. شکر آباد، شکر خاکت، شکر شام و شکر صبح عطرناکت تاجیکستان عزیزم، مادر جان عزیزم. ما اهل دهی یاری شکرانه اذان میکنیم که در چنین یک کشوری آبادترین و امن‌ترین به سر میبریم و از سخنان پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت جناب عالی محترم امام علی رحمان اهل دیار از سخنان و هدایت‌های راهنمایی ایشان الهام گرفته یک گروه با نام گروه آبادی یاری تشکیل نمودند و ته زیاده از 1 سال می شود که پی آبادی دهی زیبایمان گشته شدند. در این گروه خرد و کلان، پیر و جوان همه سرجم گردیده همیشه پی عمل و کارهای نکو از قبیل منفرش گردانده راههای اساسی ده، چراغان نمودن راههای اساسی، کندن چاهای عمودی، بینای علاوگی مکتب رقمی 57، بسیار کمک ها به نیازمندان، به طبقه نیازمند اهالی و بسیار انشاءات های معیشی و مورد نیاز مردم را بنیاد نموده به اهل دیه پیشکش نموده ایستادند. و البته این همه آبادکاری و تشبس های ما را رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده از جمله رئیس جماعت دیهاتمان ابو ریحان عبدالشهیدوف دستگیری میکنند و پیوسته از رفت کارها و بنیادکاری خبر گرفته باز مسئلات مفید خود را در این باره به ما میگویند. از فرصتی مناسب استفاده برده سپاسگزاری میکنیم از نام کل ساکنان ده یاری، از نام مردمی که در گروه آبادی یاری هستند. در آغاز هیئت کاری از دهه مرکزی جماعت یعنی دهه یاری دیدن نمود. در جریان سفر رئیس شهر از رفت اجرای کارهای آبادانی از قبیل تعمیر راههای محلی، تازه نمودن جویبار و کانال و نهرها، تشکیل گلگشت‌ها و سبززارکنی میدان‌ها شناسایی به عمل آورد. من معاون رئیس جماعت دهاتی یاری حکیم و نارنیسا می باشم. با دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان و
رئیس ولایت سوخت و معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده و با دستگیری های رئیس شهر پنجکند عبدالخالق زاده خوشبختانه مردم جماعت دهات یاری می خواهند که جشن 35 سالگی صدارت دولتی جمهوری تاجیکستان را با یک شکوه و شهامت خاصه پیشواز گیرند. خوشبختانه در جماعت دهات یاری انشاءات هایی که در نقشه گذاشته شده بود قسمی از آنها پره به استفاده داده شدند و این مثال شده می توانند منفرش کنی راه ها، آبادی سیمخانه های مؤسسه های حدود جماعت، بیه های جماعت و اینچنین کودکستان ها و بنگاه های طبی که ساخته به استفاده داده شدند و اینچنین از تعمیر برآورده به استفاده داده شدند بخشیده به 35 سالگی در جماعت دهات یاری نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده است و طبق آن عمل کرده می شود. از تعداد انشاءات‌های ساختمانی در نقشه تصدیق شدگی اکثریت به استفاده داده شدند. همزمان در دایره این سفر چند نکته نوی سودا و خدمت رسانی با اشتراک رئیس شهر رسما افتتاح گردید. این نکته ها با تشبث صاحبکاران محلی و دستگیری مقامات محلی حکومت دولتی شهر تأسیس یافته برای تامین نمودن اهالی با محصولات استعمالی روزمره و خدمت رسانی های ضروری خدمت می رساند. افتتاح نقطه های سودا نه تنها بهتر گردیدن خدمت رسانی به اهالی مساعدت می کند بلکه باعث با وجود آمدن جایهای نوی کاری گردیده با بالاروی سطح زندگی ساکنان جماعت نیز تأثیری مثبت می رساند. در ادامه سفر کاری رئیس شهر از یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی و طبی بازدید به عمل آورده با آموزگاران و کارمندان ساحه تندرستی صحبت نمود. او تاکید داشت که بهتر نمودن شرایط کاری، تامین صنفخانه‌ها و تامین نمودن مؤسسه‌های طبی با تجهیزات‌های ضروری از سمت اولویتناک فعالیت اجرایی به حساب می‌رود. در جریان سفری کاری رئیس شهر از 10 صنفخانه علاوگی که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 که با ابتکار شخصان سخاوتپیشه دهه یاری بنیاد می‌گردد دیدن نمود. بر رئیس شهر اطلاع دادند که ساختمان با تمام معیارهای بین‌المللی جوابگو است. رئیس شهر در نوبت خود به ساختمانچیان اظهار منتداری ابراز نموده قید کرد که ما باید برای فرزندانمان شرایط خوبی تحصیل فراهم بیاریم. در این رابطه پیشوای معظم ملت بارها تاکید نمودند که این باید سرمشق کاری هر یک شهروند کشور باشد. من اجرا کننده وظیفه دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 دهات یاری جماعت دهات یاری شهر پنجکند جمهوری تاجیکستان نور و دردانه هستم. این روزها جوانان با نام و ناموس دهه یاری اقدام پیش گرفته جناب عالی محترم پیشوای معظم ملت را اقدام خش گرفته پیوسته تلاش میکنند که برای بنیاد و آبادانی آینده دهه یاری سهمگذار باشند. با تشبث دستگیری های محترم رئیس شهر پنجکند عبدالخالق زاده امروزها رفت ساختمان سیمخانه های علاوگی در مؤسسه رقم 57 دوام یافته ایستاده است که ما آموزگاران 63 نفره مکتب 57 تمام منتداری خش را علاخصوص به پیشوای معظم ملت سپس به رئیس شهر محترم عبدالخالق زاده بیان نموده اینچنین برای جوانمردان با نام و ناموس دهه یاری منتداری خش را بیان میکنیم. دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 دهه یاری جماعت دهات یاری صوفی صاحب جان عرفی می باشند. حالا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 122 با تشبث من صاحبکار جورابای ساخته به استفاده داده شد. منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که من صاحبکار را دستگیری نمودند. من از حساب صاحبکار بخشیده به 35 سالگی جشن بزرگ مملکت مؤسسه ما را با مبلغ 1,582,000 سامانی
ساخته به استفاده داده شد. سفری کاری رئیس شهر به دهه میندانی جماعت دهاتی یاری ادامه یافت. از رفت کارهای ساختمانی فرمای مرغپروری که با ابتکار صاحبکاری محلی فیض‌الدین نرزیف بنیاد می‌گردد آغاز گردید. به رئیس شهر اطلاع دادند که فرمای مذکور برای پرورش 180,000 مرغ گوشتی پیش بینی شده در زمینه آن نگهداری اسب‌های ذاتی در نظر داشته شده است. با برابری به استفاده دادن فرمای مذکور زیاده از 50 ساکن محلی با جای کاری تامین می‌گردد. اینچنین تاکید گردید که کارمندان با جای خواب و شرایط خوبی معیشی تامین می‌شوند. ساکن دهه میندونه سید شیرخان رحمت به همین صاحبکاران که در همین دهه میندونه یک فرما ساختوسان. خود من از ماه اپریل این جانب با 10 نفر در اینجا کار فعالیت میکنم. در اینجا یک مکانی خیلی خوب افتتاح شده ایستاده است با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی شریفویچ رحمانوف خیلی که در یکی از برآمدهایشان سخنرانی کرده بودند درباره با کار تامین نمودن جوانان و زنان خانشین. امروز با تشبث رئیس شهرمان محترم خالق زاده عبدالخالق سنوبر در اینجا برادران نرزیفا یک فرمه مرغپروری گشاده ایستادند که زیاده از 30-40 نفر جوانان و زنان را با جای کاری دائمی تامین میکنند و هدف از آن دارند که با مرغ حلال دستی کش کلی جماعت دهاتی شهر پنجکند را تامین نمایند و این است خدمت به وطن و خلق خویش. من سفروف عبدالله از جماعت دهاتی یاری دهه یاری چند مدتی است که در این فرم کار میکنیم و از تامینات های لباس خوراک و آرام همه چیز تامین است، هیچ کمبودی نیست. منتداری خودمون رو بیان میکنیم. ما برادران نرزیف ها و غمخواری جناب معظم ملت خواستیم یک فرم مرغپروری ساخته به استفاده دهیم. من از آن فرق میکنم که برادران من در قشلاق خودشان در جماعت دهاتی یاری قشلاق میندانه همین بنا رو ساخته به استفاده داده ایستادند تا که اهالی همین قشلاق به کار دائمی همین کرده شود. ما ساکنان دهه میندانه از اقدام گرفتن نرزیفا بسیار منتداریم که آنها در اینجا فرمه مرغپروری را تشکیل کرده خلق دهه را با جای کار تامین کنند و تمام قشلاق‌های همه رایان را با گوشت و تخم این مرغ تامین نمایند. همه اهالی این دهه از این کس بسیار منتدار هستند و در حق این کس دعاگو هستیم که دائم کارشان برقرار شود و دائم خداوند اقبالشون بران کند، عاقبت کارشون به خیر کند. آمین. من رئیس کپراتیو تجارت شهرخان با شرافت جناب عالی همه زمان اینجا آباد ملک آباد شده ایستاده است و امروز شهروندان صاحبکاران اقدام گرفتند که در همه دهه یک جای ولنگار رو گرفته یک مرغخانه تبدیل داره ایستادند که این بسیار خرسندی آور است. در آینده برای جایهای نوی کاری رشد صنعت بسیار منفعت‌ها می‌رساند. ما از حکومت جمهوری از حکومت شهر پنجکند راضی هستیم. همه مردم می‌ندارند که جاهای نوی کاری آبادی شده ایستاده است در همین دهه. اینچنین رئیس شهر از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 دهه میندانه از رفت کارهای ساختمانی در مؤسسه دیدن نمود. با آموزگاران از نزدیک صحبت نموده آنها را با مصلحت‌های مفید روح بلند نمود. قید کرده شد که با برابری افزایش اهالی تنقیصی صنفخانه‌ها و جای نشست به نظر می‌رسد. در این روند مؤسسه با تصدیق کردن کارهای ساختمانی لایحه و خلاصه ساختمانچیان برای 680 خواننده آماده نموده است. رئیس شهر از موضع نوی بنای مؤسسه دیدن نمود. من سردار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 دهه میندانه شهر پنجکند منتداری خود را با رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان
عبدالخالق خالقزاده میرسانم که با مؤسسه ما تشریف آوردن و از کارهای آبادانی دیدن نمودن. طی سالهای آخر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان با آموزگاران زیاد شده ایستاده است. این ما را وادار می‌نماید که دوچند کار کنیم. بیمارخانه منطقوی میندانه که از طرف فوند شریکان رشد تعمیر می‌گردد مورد بازدید رئیس شهر قرار گرفت. رئیس شهر در ادامه سفر از ذخیره زمستانی یخ خواجگی دیدن نمود. قناعتمندی خود را ابراز نمود. پروین شریف مرتضی هستم، آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 که دهه میندانه. با وجود آنه که به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول میباشم، اینچنین کوشش به خرج میدهم که در خواجگی دهقانی ما نیز کار و فعالیت نمایم و همه ساله پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامی رحمان قید مینمایند که در پیام‌های خود همه ساله هر یک عائله باید ذخیره 3 ساله خود را داشته باشد. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت کوشش به خرج میدهیم که همه ساله ذخیره زمستانی خود را از سهم خواجگی دهقانی و زمین نزد حولگی خود تامین نماییم و بغیر از این طی سال جاری باشد از طرف وزارت کشاورزی و خواجگی دهقانی ما تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تکنیک برای کشت زمین تقدیم کرده شد و بغیر از این امروز من خیلی خرسند هستم که دستاوری مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده به عائله ما تشریف آوردن و از ذخیره زمستانی ما دیدن نمودن. من مینداری اهل عائله‌مون، مینداری کل مردم دهه میندانه را به محترم رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و رئیس جماعت دهات یاری عبدالشهیدوف رسانده اطمینان کامل دارم که همه مردم دهه ذخیره زمستانی خود را میکنند و با رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده و رئیس جماعت دهات یاری با فعالیت راهبریشان برای کامیابی ها تمنا دارم. اینچنین در سفر خود رئیس شهر چندین سابقه داران و نیازمندان را عیادت نمود. سفری کاری رئیس شهر پنجکن عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده در روحیه سازندگی و همکاری برگزار گردیده به رشد اقتصادی و اجتماعی زمینه مثبت گذاشت.